قبل از اینکه پایان جهان رو برای شما توضیح بدیم، با دو نکته بسیار مهم که حکومتداران و دینداران تلاش کردند تا این راز را پنهان کنن از مردم کره زمین آغاز میکنیم، زیرا تا این دو راز برای شما مشخص نشود هیچگاه نمیتوانید بفهمید که پایان جهان کی خواهد. همه ادیان و آیین‌ها و باورهای دینی و یا عرفانی هایی که به قول بعضی‌ها میگن کاذب و یا گروه هایی که وابسته به ادیان هستند، همه بر یک چیز صحه دارن و اون که یک امام زمانی، یک مشیحی، یک مسیحی، یک موجودی آخرین نفری است که از طرف گاد به کره زمین میاد تا ناجی بشریت شود.